نه به اخبار جعلی و دروغ. طی روزهای گذشته شمار خبرهای جعلی بسیار گسترده تر شده که خود میتواند مخاطرات جدی برای جنبشی که در سرآغاز شکلگیری خود است همراه آورد. مانند موج خبرهای پیروزمندانه جعلی که عملاً میتواند جنبش را از درون خنثی کند، چون آدمها را در موقعیت روانی فتح شده قرار میدهد، در حالی که واقعیت عینی هنوز تغییر نکرده است. اطلاعات نادرست به ویژه وقتی با هیجان و امید یا ترس گره می‌خورد، هم سریعتر پخش می‌شود و هم قضاوت و تصمیم گیری سیاسی را به شدت منحرف می‌کند و حتی مدیریت و سازماندهی را می‌رباید. مکانیزم روانی این اخبار جعلی معمولاً روی احساسات شدید مثل هیجان، خشم یا امید ناگهانی سوار می‌شوند و همین احتمال پذیرش و بازنشر بدون راستی آزمایی را بالا میبرد. سمتگیری در تایید اخبار جعلی باعث می شود انسانها خبرهایی را که با آرزوها و باورهایشان مثل فروپاشی قریب الوقوع همخوان است راحت تر بپذیرند و خلافش را نادیده بگیرند. وقتی مردم مدام میان امید کاذب و سرخوردگی ناگهانی تاب می‌خورند، خستگی روانی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و توان برنامه‌ریزی و پیگیری منظم عمل جمعی کاهش می‌یابد. اطلاعات و اخبار گمراه کننده می‌تواند هم بسیج خیابانی را موقتاً تحریک کند و هم در ادامه با افشای دروغ بودن باعث ناامیدی و کاهش مشارکت شود. روایت‌های دروغین درباره فروپاشی، فرار مسئولان یا پایان قطعی حکومت نوعی توهم وضعیت انقلابی می‌سازد که با واقعیت تناسب ندارد و برنامه‌ریزی راهبردی را مختل می‌کند. این وضعیت می‌تواند به فرسودگی فکری منجر شود، جایی که شهروندان دیگر نمی‌دانند چه چیزی درست است و در نتیجه از تصمیم گیری و کنش سیاسی آگاهانه عقب می‌کشند. تبدیل هیجان کاذب به سازماندهی واقعی هر خبر پیروزی نهایی را تا وقتی از چند کانال مستقل و قابل اعتماد تایید نشده به عنوان شایعه انگیزشی ببینید، نه واقعیت سیاسی. این فاصله گذاری هیجانی از شوک و سرخوردگی بعدی جلوگیری می کند. به جای تکیه بر اخبار لحظه‌ای، شاخصهای عینی قدرت و ضعف حکومت، شکاف در نخبگان، ظرفیت سرکوب، وضعیت اقتصادی، سطح اعتراضات سازمان یافته را مبنای تحلیل قرار دهید. فراموش نکنیم که آرزوها را جایگزین عقلانیت و تحلیل نسازیم. آرزو برای پایان حکومت لازم است، اما نباید جای تحلیل روندها و توازن قوا را بگیرد. اخبار و اطلاعات مبارزاتی بسیار هم لازم است، اما باید به شبکه، ساختار و ظرفیت سازمانی متصل نمود. بچه‌های ایران بهتر است ساختن هسته‌های اعتماد اطلاعاتی را به وجود بیاورند. گروه‌های کوچک اما قابل اعتماد برای راستی آزمایی خبر و تولید روایت مستند می‌تواند سپر جنبش در برابر موج شایعات باشد. به این معنا توهم پایان کار جمهوری اسلامی نه نشانه پیشروی که خود می‌تواند یکی از موانع جدی تداوم و تعمیق مبارزه و سازماندهی باشد. در مقابل، کنترل آگاهانه امید و هیجان بخشی از استراتژی است، نه نشانه بدبینی. پیروزی از آن ماست. نابود باد جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی. زن، زندگی، آزادی.